سلام من آیسا بنیاشمی هستم، کوچ نقاط قوت. سلام منم حمید حکاکی هستم، کوچ تحول. تو این ویدیو میخوایم در مورد دور دوم فصل اول راهنمای کوچ بودن با شما صحبت کنیم که قرار از اردیبهشت ماه شروع بشه و خیلی خوشحالیم که دوباره قراره کنار تک تک شما کوچ ها باشیم. دور اول با فیدبک های خیلی خوبی همراه بود، برای همین ما تصمیم گرفتیم که این دور رو دوباره برگزار بکنیم. یه تغییرات کوچیکی هم دادیم که خیلی مختصر میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یکی از اونها اینه که تصمیم گرفتیم به جای خوندن کتاب ترجمه شده تمرکز رو بذاریم روی کتاب اصلی همراه با بیشتر از 1000 تا اسلایدی که ترجمه شده توسط حمید و خلاصه شده. تو دور اول ما خیلی فیدبک های خوبی در موردش گرفتیم و تمرکزمون در واقع اونجاست، چون فکر میکنیم که دقت بالاتری اونجا داریم و با اون میخوایم پیش بریم. ما توی 7 تا بخش یا 7 فصل که دوره یا کتاب رو پیش میبریم. بخش اول بستر کوچینگ، راجع به تعریفش، طرح توجیه کسب و کار و بخش مختلفش صحبت میکنیم. کامل دیتیل تو همین در واقع صفحه اطلاع رسانی اومده. تو بخش دومش راجع به فهمیدن خودمون و مراجعه تو بخش مختلفش میپردازیم. بخش سوم میریم سراغ مهارت‌های اصلی کوچینگ، هدف گذاری، پرسشگری، گوش دادن، بازتاب، خلاصه کردن و کلی ابزار و مهارت دیگه توی کوچینگ. تو بخش چهارم رویکردهای کوچینگ رو بررسی می‌کنیم. تقریبا میتونم بگم که مهمترین رویکردهای کوچینگ توی این بخش بررسی میشن، خیلی مفصل با دیتیل، با مثال و با تمرین. تو بخش پنجم راجع به مسائل کوچینگ مثل اخلاقیات حرفه‌ای، مثل قراردادگذاری و بخش‌های مختلفی که کوچ درگیرش هست در واقع میپردازیم. تو بخش ششم توسعه، راجع به توسعه مستمر کوچ صحبت می‌کنیم و تو بخش هفتم هم 15 تا ابزار خیلی مهم و کاربردی رو برای جلسات کوچینگ بررسی می‌کنیم. دقیقاً 39 تا فصل این کتاب یکی از هندبوک‌های کوچینگی که توسط جاناتان پسمور گردآوری شده. یه رفرنس خیلی خوبه تو حوزه کوچینگ و واقعاً یه لول اپ می‌کنیم وقتی که بررسی می‌کنیم نکاتش رو و اجرایش می‌کنیم. ما تو دور اول یه پروژه داشتیم که تو دور دوم هم این پروژه رو داریم کنار تک تک کوچ‌ها و کمک می‌کنیم که همزمان که داریم آگاهیمون افزایش میدیم این موارد رو بیاریم تو تجربه زیستمون و حتی بتونیم ازش کسب درآمد هم بکنیم. برای تغییر یا تحول نوع بودنمون به عنوان کوچ نیازه که جهان بینیمون رو یک بازبینی یا حتی به روز رسانیش بکنیم. دانش و مهارتی که همراه با این کتاب و این دوره به شما اضافه میشه توی نوع بودنتون به عنوان کوچ، چه توی زندگی چه توی جلسات کوچینگتون، نتایج فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. تجربه خود ما و خیلی از دوستانی که توی این دوره شرکت کردن همین بوده. تو دور اول ما تو 6 ماه کنار افراد بودیم، هفته یک جلسه، و تو دور دوم اینو تغییر دادیم، تو 3 ماه کنار شما خواهیم بود و هفته 2 جلسه، شنبه ها و 3 شنبه ها است که جزئیات کامل براتون میذاریم. و از همه مهمتر مطلبی که میخواستیم بهتون بگیم این هستش که در شروع سال جدید به خاطر تمام مسائل و مواردی که تک تک ما به خصوص ما ایرانی ها باهاش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، ما تصمیم گرفتیم که هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم و هزینه‌های بیشتری رو به شما تحمیل نکنیم و بتونیم پرقدرت سال با هم دیگه شروع بکنیم. با وجود اینکه دوره 10 ساعت هم بیشتر شده نسبت به دوره قبل، بنابراین امیدوارم که تک تکتون رو تو این دوره و این سفر همراه خودمون ببینیم. مرسی از همراهیتون. فعلا.